در نتیجه گذراندن شورابینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که مردان 36 و 38 ساله ساکنان شهر استرفشان دوم سپتامبر سال 2022 در حدود شهر مذکور با راه فریب به باوری مرد 36 ساله امین شهر در اومده با بهانه به تجارت مشغول شدن از او 9 میلیون و 667 هزار و 500 سومونی گرفته وعده دادند که در مدت کوتاه آنها را برمیگردانند، اما تا حال برنگردانیدند. نسبت گمان شوندگان پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه گذراندن شورابینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا مرد 65 ساله ساکن ناحیه باباجان غفوروف با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. گمان برشونده سال 2021 با راه فریب به باوری مرد 45 ساله ساکن شهر خوجند در آمده از او یک عدد مغازه چهارآشانه واقع در شهر خوجند را که در صاحبیتش بود و همچنین گرفت در سپیتامینبون گذاشته بود به مبلغ 500 هزار دلار امریکایی نرخ‌گذاری نموده 320 هزار دلار امریکایی را از ساکن خوجند گرفته مغازه مذکور را به دیگران به فروش برآورده است و قرض کردیت خود را در نزد سپیتامینبون روی پوش کرده مبلغ پولی از جبریده گرفته‌اش را به منفعت خود صرف نموده است. واحد بین حادثه پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.